وقتی صدام حسین پادشاه بود او گاز کیمیاوی بالای مردم شیعه پاشید. قسمی که هتلر بالای یهودها در جنگ دوم جهانی ظلم کرد. پس آیا شیعه ها چه گناه را قبل از حکومت اسلامی مرتکب شدند؟ برادر سوال پرسید که شیعه ها چرا کم زده میشن و چه اشتباهی را مرتکب شدند و چرا صدام حسین آنها را مثل هتلر که در جرمنی انجام داده کشته با گاز کیمیایی و غیره. برادر، در اسلام کدام سنی یا شیعه وجود نداره. جواب میتم جواب میتم بعدا وقت داری سوال بپرس. در اسلام هیچ شیعه و سنی وجود نداره. قرآن در سوره آل عمران سوره 3 آیت 103 چی میفرماید؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بر اسمان خداوند محکم چنگ بزنین و متفرق نشوین. ما باید بر اسمان خداوند یعنی قرآن و حدیث محمد صلی الله علیه و سلم چنگ بزنیم. اگر به اینها چنگ زدیم ما مسلمان واقعی هستیم. قرآن در سوره انعام سوره 6 آیت 159 میفرماید ای پیغمبر، هر کسی که فرقه تشکیل میده یعنی مذهب میسازه در دین اسلام تو با آنها ارتباط نداری. الله در روز قیامت با آنها محاسبه میکنه. و پیغمبر عزیز ما محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید که امت ما شاید 73 تا 76 فرقه شوند، ولی در بین این همه فقط یک فرقه آنها به جنت میره. صحابه پرسیدند که کدامش؟ گفت کسانی که از ما پیروی میکنند و از صحابه ما، کسانی که از قرآن و حدیث پیغمبر پیروی میکنند. بنان قرآن میگه که مذهب تشکیل نتین. حتی قرآن هم گفته که شاید تعداد کسانی باشه که مذهب میسازند. چقدر؟ 73. ولی یکی آن که در راه درست روان است همون می باشد که مذهب نسازد. پس هر کسی که هرچی خود خطاب میکنه در پهلوی مسلمان بودنش. معنی مسلمان چی است؟ مسلمان کسی است که بر رضای خداوند تسلیم میشه. پیغمبر در کدام مذهب بود؟ آیا شیعه بود؟ آیا سنی بود؟ چی بود؟ او مسلمان بود. و جوابی که به خواهر قبلی دادم از سوره آل عمران سوره 3 آیت 64 که میفرماید فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. گواه باشین که ما مسلمانیم. اگر میخواین قضاوت کنین که آنها درست هستند یا غلط، قرآن را ارزیابی کنین که راست هستند یا غلط. بگذارین خود عبدالله، محمد، ذاکر هر چی خطاب میکنن مشکل نداره. ببینین که آیا از قرآن و احادیث یعنی بخاری، مسلم پیروی میکنن او مسلمان واقعی است. اگر آنها خلاف حدیث صحیح یعنی مسلم و بخاری و کردار محمد صلی الله علیه و سلم عمل میکردن و خلاف قرآن بودن، پس آنها مسلمان واقعی نیستند. مسلمان واقعی کسی است که از قرآن پیروی میکنه و از کردار و گفتار محمد صلی الله علیه و سلم پیروی میکنه. وقتی شما فهمیدین بگذارین که آنها خدا هر چی که میخواین خطاب کنن. اگر آنها از قرآن پیروی نکنن و از احادیث محمد صلی الله علیه و سلم، آنها مسلمان واقعی نیستند. و نظر به سوال برادر صدام حسین آخر سوال نیست، وسط سوال است. صدام حسین شیعه را کشته؟ من نمیفهم که آیا صدام حسین شیعه را کشته یا نه. رسانه ها میگن، اما اگر صدام حسین باشه، هتلر یا جورج بوش باشه، هر کسی که کدام انسان بیگناه را بکشه، شیعه و سنی را کنار بگذارین. حتی اگر کدام هندوی بیگناه را بکشه، کدام عیسوی بیگناه را بکشه، یهود بیگناه را بکشه، گناه بزرگ است. اگر صدام حسین بود، جورج بوش یا هتلر، هر کسی که کدام انسان بیگناه را بکشه، اگر هندو باشه، عیسوی یا یهود، هر کسی که این کار را بکنه من است و گناه است. ما به خاطر دفاع هیچ کسی جا استاده نشدیم. بگذارین نامش هر چی باشه، هتلر، جورج بوش، سلطان، عبدالله، تام، دیک، هری، هر کسی که باشه، اگر کدام انسان بیگناه را بکشه من است. آرزو میکنم جواب سوال گرفته باشین. خیلی میگی به شیعه و سنی این همه باور نکنیم؟ من ایتو نمیگم. در قرآن هیچ شیعه و سنی وجود نداره. از آنها بپرسین که کلمه شیعه در کجای قرآن ذکر شده. در نزدیک دانشگاهی که درس میخوانیم اینها وجود دارند. پس آنها پیروی درست نمیکنن. از آنها بپرس که چی میکنن. آیا آنها از دروس محمد صلی الله علیه و سلم پیروی میکنن؟ آیا آنها از دروس الله متعال پیروی میکنن؟ الله جل جلاله در قرآن در سوره انعام سوره 6 آیه 159 میفرماید هر کسی که مذهب تشکیل میده در اسلام فرقه میسازه، ما با آنها ارتباط نداریم. هر کسی که در اسلام فرقه میسازه من هست. پس اگر میخواین مسلمان واقعی شوین، بر اسمان خداوند محکم بگیرین. اسمان خداوند را محکم بگیرین. پس فقط به گفتن کسی که به نام عبدالله، سلطان یا هر چی که خود خطاب کنه او به بهشت نمیره. ولی اگر از دروس الله متعال و گفتار و کردار محمد صلی الله علیه و سلم پیروی کردین، امکان پذیر است. من از خودت یک سوال میپرسم. خودت از حرف شیعه و سنی خیلی ناراض هستی. میخوایم بفهمم چرا؟ میخوای مسلمان شوی و فکر میکنی که شیعه شوی یا سنی؟
نه خیر آقا، خیلی ادیان وجود دارد و اسلام خیلی مذاهب دارد. نه خیر، در اسلام کدام مذهب وجود ندارد. اسلام فقط یکی است، مسلمان. هر کسی که به تو گفته چیزی که قرآن گفته او را به تو نگفته، با آن که سنی باشند، شیعه باشند یا هر چیزه، برشان بگو قرآن گفته مذهب تشکیل نتین. آنها از قرآن پیروی نمیکنند. قرآن در سوره انعام سوره 6 آیت 159 میفرماید. نوشتش کو. بگو دکتر زاکر گفت سوره انعام سوره 6 آیت 159 گفته که قرآن میگه مذهب نسازین. چی میکنن که به الله تسلیم میشن؟ For it's sufficient, God himself paid the price. And Jesus said, I am.